من به عنوان یک پادشاهی خواه خواستار همکاری آقا جون سپاه. اینجایی آقا جون؟ آره موجی جون، میگم این اینترنت سفید عجب چیز بیستیه ها. ملت دارن با دود به هم پیام میدن، من دارم همزمان هم پست میذارم هم 4 تا فیلم 4K دانلود میکنم. سریع دیلیت اکانت کن آقا جون، چی رو سریع. دیلیت اکانت کنم؟ اسم اکانتم هست سارا چینگیدوست. آقا جون این اکانت خودت بود؟ منم نمیدونستم، همش فوش میدادی به خودت که. آره، به این میگن استراتژی نفوذ معکوس. به خودم فوش آبدار میدم تا به دشمن اصلی هم بتونم فوش بدم. آقا جون الان وقت این معکوس بازی ها نیست، اکانت تو دیلیت کن تا اماممونو معکوس نکردن. لوکیشن ها لو رفته. چی لو رفته؟ لوکیشنم آمریکاست. بذار جانتو دارم یه پست توپر میزنم. بابا میگم لوکیشن ها لو رفته، برو خودت نگاه کن. ای وای، بدبخت شدیم که پتمون رو ریختن رو آب که نگاه کن. مجلسی ها، دولتی ها، سایبری ها، داخلی خارج، همه اینترنت های سفیدی که بهشون داده بودم سیاه و جزغاله شد. خاک بر سرت مجتبی. به من چه آقا جون، حالا شما سریع دیلیت کنید تا کار از این خرابتر نشده. بذار ببینم لوکیشن منو چی نوشته. نوشته نزدیک مرکز کره زمین. بیچاره شدیم، پاکش کن، قطعش کن. آقا جون دیگه کار از کار گذشته، همه چیمون لو رفته. الان بقیه برو بچه هم میخوام بیام مثل شما تو زیر زمین. از کل محور ولایت همین 4 تا اکانت سایبری برامون مونده بود، اونم به فنا رفت. بزبیاری پشت بزبیاری، بدبختی پشت بدبختی. آقا جون بکن بریم پایین تر. واسه چی؟ حالا که لوکیشن لو رفته باز باید بریم پایین تر.